مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که نیمه دوم روز 30 اکتبر سال 2022 تخمینا ساعت 16:10 نوبالغ تقای مرادوف نور محمد سال تولدش 2005 ساکن پایتخت به شهادتنامه رانندگی автомашین تمغه مرسدس بنز را رانده هنگام حرکت از سمت کوچه رودکی به سمت راه ماشینگرد کارخانه سمنت براری شهر دوشنبه از عهده اداره واسطه نقلیات نور آمده به سیمچوب راست را برخورده است. در نتیجه خود راننده نابالغ تقای مرادوف جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. مسافر این ماشین ستارov جمال‌الدین سال تولدش 1997 ساکن شهر دوشنبه جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. اوید به این حالت تحقیقات ادامه دارد. هر سال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب میشوند.